تو این ویدیو میخوام نحوه شستشوی مدار کولر رو بهتون توضیح بدم که چجوری زمانی که میخوای کمپرسور رو تعویض کنی حتما باید مسیر کمپرسور کاملا شستشو بشه و بعدا کمپرسور نو جایگزین بشه. در غیر این صورت کمپرسور نوعی هم که بندازی 2 هفته بیشتر واسه کار نمیده. چرا؟ چون تمام پریسا و برادهایی که تو کمپرسور قبلی بوده داخل سیستم چرخیده و کثیفیه دوباره وارد کمپرسور نو میشه و کمپرسور خراب میشه. حالا نحوه شستشو رو اینجا بهتون بگم. این مخزن توزن‌پاش شستشو رو داریم، مواد رو میریزیم داخلش، گیجش رو میبندیم اینجا، قشنگ ضبطش میکنم. این شیرم بسته باشه. حالا این شیلنگ خروجیش اینجا بس میکنیم. دیگه این یه چیز ساده ایه، دیگه خودتون هم اینجا بهش بس میکنیم. اینجا یه شیر اینجا داریم که روی شیلنگ. حالا شیلنگ بادمون رو این سمتش نصب میکنیم. شیلنگ باد رو نصب میکنیم. حالا این شیر رو باز میکنیم که هوا داخلش پر بشه. گیج رو ببینید داخلش الان با فشار هوا توی مخزنه. و حالا نحوه شستشو چیه؟ کاندانسور این ماشین رو ما باز کردیم که تعویض کنیم. این کاندانسورشه و یه شیلنگ رفت و برگشت داره. اینجا ببینید این شیلنگ رفت و برگشت کاندانسور. حالا ما از سمت فشار قوی، همونطور که سیکل تبریدمون هست، یعنی همونطور به همون صورتی که گاز داره چرخش میکنه به همون سمت ما فشار مایع رو تزریق میکنیم. ببینید اینجا میزنیم تحت فشار، اینو که فشار بدیم با فشار میزنه از اون شیلنگ پایینی در میاد. برو زیر ماشین. چون شیلنگ پایین کمپرسورمون هم بازه، برگشتیم همه کثیفیاش در میاد. این کل شیلنگا و اواپراتور شستشو داده میشه و کاندانسور هم عوض میشه همراه با کمپرسور کولر.